شبتون بخیر. خب آقا، همینطوری که میبینین این اتاق کثیفه، یعنی کثیف که یعنی اینکه خیلی آشغال ریخته شده توش. خب مثلا اینور برگه ریخته کلی، اینور اینا که آشغال نیست ولی باید مرتب بشه. لباسامه بچه، اینا کیف مدرسه نیستش. ببینید اینا کیف برای ویدیوهامه، داخلش چیز میریزم، دوربین و پایه و همه چی رو میریزم میبرم سر لوکیشن فیلم برداری. و الان 10 روز دیگه قراره که ویدیوی 24 ساعت توی قبر رو بگیرم. خیلی پسر استرس دارم، وسط کویریم و الان برم با بچه هم هماهنگ کنم این اتاق هم یه ذره مرتب بکنم. خدا کنه که حداقل 5 نفر بیان. نمیدونم به نظرتون 5 نفر میان با هم؟ خیلی بچه اونجا خطرناکه و بعد بیرون وایسن بچه. امیدوارم که گیرم بیادم. برم ببینم چه خبره. خب بالاخره تموم شد. البته به اینا زیاد توجه نکنید، اینا نیستن. خب و اینا حالا یه فکری الان به حالشون میکنم، نگرانشون نباشید. اینو میبینی پشتم؟ اینو داری آقا؟ چقدر باحاله ناموسن، خیلی خوبه. ولی 2 روز دیگه مهمون خونه ماست. اینا قراره بچه بدیم بره و اصلا به دردم نمیخوره و اون گیتار هم اصلا به دردم نمیخوره. یه سری چیزای به درد نخوره که کلا میخوام بدم بره و کلا میخوام این اتاق رو از نو بسازم. اوکی؟ و الان باید برم توی گروه به بچه ها پیام بدم بگم که بچه آماده باشید و این داستان ها دیگه. بریم. الان بچه چطوری؟ خب همونطوری که میدونی خب آقا، من بهشون گفتم و قرار شدش که 2 نفر دیگه هم بیان. البته بچه پول میگیرن آقا. فکر نکنید من رایگان میارم، نه بچه پول میگیرن. خب میان برای همون 24 ساعته هر ساعت یه مبلغی دریافت میکنن. خب خیلی پرهزینه است ویدیو ها، میدونم. چرا نمیام سعی کن نخندی برم؟ خیلی کم خرج داره. یا اینکه مثل همین الان بیام ولاگ بگیرم. به خدا بدبخت شدم، انقدر پول خرج کردم. البته اینا مهم نیست، پس تو لایکو بکوب. خسته شدم بابا. یه 2 تا ریز دیگه ببینم.
صبحتون بخیر. آقا امروز قراره که چند تا کار انجام بدم. اولیش اینه که من یه گوشی دارم، خب وکال برندش، ولی دوربین خیلی خوبی نداره. یعنی الان من دارم این ویدیو رو با آبیستوی که سامسونگ میگیرم، با اینکه چند سال قدیمی تره، خب و وکال برند همین یه سال و ایناست، خب یه سال اومده کلا وکال. آقا تو این چند سال اینو نگاه خدایی. حالا وکاله اصلا خیلی چیز آشغالیه. اونو آقا من آگهیش کنم، اونو بفروشم، یه دونه دیگه از همین بگیرم، یا آ32 نمیدونم، یه دونه دیگه از همین، یا یه گوشی دیگه حالا بهتر چی سامسونگ باشه، هرچی میخواد باشه بگیرم. چون که ویدیوی قبل مثل که الان ما یه دوربین داریم ولی شارژش تمام میشه، یه گوشی دیگه هم داریم اونم شارژش تمام میشه، خب زود اینا شارژشون تمام میشه. اینو داریم که من اینو میخوام همراه خودم ببرم داخل تابوت، با پاور بانک و اینو شارژ میکنیم، ولی دوربین با پاور بانک شارژ نمیشه و برق باشه. سر همین یه دونه دیگه از این میخوام بگیرم، بچهای بالا بتونن فیلما رو بگیرن. سر همینه برم اوکی بکنم اینا رو، و بعدش هم باید بگردم لوکیشن پیدا کنم برای ضبط ویدیومون و ببینم آقا چندیم. خب آقا عکساشو گرفتم گذاشتم، قیمتش گذاشتم 5 میلیون تومن. فکر کنم مناسب باشه 5 تومن، نمیدونم 5 تومن گذاشتم. و اینکه الان با هم منتظر بمونم بهم پیام بدن و ببینیم چیه. یه گوشی هم دارم میگردم پیدا بکنم، یه گوشی پیدا کردم خوبه، احتمالاً اونو بگیرم، همون آ21. که یه دونه آ32 هم پیدا کردم ولی میگه باندش خرابه، یه موقعی باندش قطع و وصل میشه. نمیدونم بگیرم آ32 رو یا نگیرم. فکر کنم خوب باشه ها، میگه باندش قطعی داره، بعضی مواقع قطع میشه. من که با ایرپادم 24 ساعت، خب یعنی یا ایرپاد دارم میزنم یا اینکه میگیرم آ32 رو میگیرم. و فعلا باید منتظر اونم به پیام بدن دیگه، منتظر اونیم ببینیم پیام میدن یا نمیدن. آقا اینو دارید چه قباله بچه نگاه کنید، من از دور راحت دارم واسه این مونوپدرم تازه گرفتم، چیز خیلی بکاریه و خیلی کاربرد داره. و یه نوری هم من اینجا دوباره گرفتم، بهتون نشون بدم. بیا آواری کلا، خودم نصب کردم، میبینید خیلی چیز پرکاربردیه. به این شکل راحت میکروفونمون گیر نکنه، میتونم راحت صحبت کنم، خیلی چیز خفنیه. یه میکروفون دیگه هم هست ولی کردن تو پاچم، کیفیت خوبی نداره، این کیفیتش بهتره. الان بریم همه این کارا رو انجام بدیم و برگردیم. درود به همگی. خب آقا الان ساعت 5 و من آگهی گذاشتم، یه نفر اومد گوشی رو نگرفت رفت و کلی کار انجام دادم. زیدیم پایه رو اوکی بکنم. اوکی کلی کار انجام دادم. ای بابا یه دقیقه بایستا. خب کلی کار انجام دادم و الان در اون ساعت 5. حالا میخوام یه کاری بکنم، میخوام برم بیرون یه دوری بزنم. بایستا درست کنم اینو. ایول خب میخوام برم بیرون یه دوری بزنم، خب ببینم بیرون چه خبره، یه چند تا دور بزنیم و ایول دیگه. دور پیاده خوبه.